الحمدلله الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. سلام بر شما بینندگان عزیز. این مقوله معروف رو شنیدید که ما دو بار نمیتونیم در یک رودخانه شنا کنیم، در یک آب یک رودخانه، چون آب داره میره. زندگی انسان هم مثل یک رودخانه است، رودخانه زمان، و دائما در حال گذره. این ماه رمضان که گذشت دیگه ما این ماه رمضان رو نخواهیم داشت. یک ساعت قبل که گذشت دیگه اون ساعت رو نخواهیم داشت. و ممکنه یک رودخانه دائما آب داشته باشه، ولکن انسان باران عمرش یک روز قطع میشه. پس باید از این استفاده کنیم. نکته ای که میخوام براتون بگم امروز این است که ما در این گذر رودخانه عمر، در گذر رودخانه عمر، نه فقط آب رو عوض میبینیم، یعنی همون آب رو نمیبینیم، افراد رو هم نمیبینیم. برای روشن شدن موضوع یک مثال براتون میزنم. یک روز خونه آقای سید منصور حسینی دعوت بودیم. گوش تا گوش اتاق 20-25 نفر نشسته بودن و 2 نفر اومدن کنار من نشستن و خوشبش و صحبت و گرم گرفتن. خیلی آدمای میان سالی بودن. باز به من گفتن که ما یه روز خونه شما اومده بودیم تو پیشاور، یک شب خونه شما خوابیدیم و من اصلا فکر میکردم اینا رو اولین بار در عمرم میبینم. میگه با فلان کس اومده بودیم. خودشونو که نگاه میکنم اصلا یادم نمیاد که اینا رو دیدم. داستانی که میگن اصلا یادم نمیاد که من اینا رو مثال در خونه من اومده باشم. اونا یادشون بوده، چون که حالا دیگه فقط به این دلیل که به اصطلاح من یک استثناء بودم دیگه، توی شیعه بودم که سنی شده بودم، ولی بالاخره آدم استثنایی رو بیشتر مردم توجهش جلب میشه. و اون آدمی که من آورده بود یادم نیست. با خودم فکر کردم که تو ببین اون شبی که اینا خونه من اومدن حتما من زحمت کشیدم، سعی کردم که خونم آراسته باشه، سعی کردم مهمانا ناراحت نشن، سعی کردم تو حرفای خودم دقت کنم، کوشش کردم به هر حال. اما حتی یادم نمیاد که اینا کیا بودن، اومدن و رفتن. هاکذا عمر انسان. مدرسه ممکن است وقتی که معلم ما رو بیدار کرد، بلند کرد که آقا جواب این سوالو بده، قلب ما میلرزید که یه دفعه غلط جواب ندیم، بچه‌ها به ما نخندن دوستا. ولی نه الان اون دوستا یادمه، نه اون معلم یادمونه، نه اون سوال یادمونه. تو رودخونه‌ای که رفت دیگه. مثل خار و خاشاک انسان ها هم اعمالشون هم در رودخانه زندگی میره، از چشم آدم دور میشه، فراموش میکنه. حتی که پدر مادر، حالا پدر من مرده خدا رحمتش کنه، جز این که من هر چی که روز میگذره، هر چی که سال میگذره بیشتر از یادم میره. حتی همسری که به انسان چقدر نزدیکه، وقتی که جدا شد، طلاق گرفت یا خدای نخواسته مرد، خاطراتش همینطور با خودش دفن میشه. پس ما در حقیقت در این دنیا به یک معنی تنها هستیم. یعنی چی؟ یعنی که هر مجلسی پراکنده میشه. افرادی که همدیگه میشناختن از همدیگه فراموش میکنن. اگر برایشون مهم بودن همدیگه با همدیگه ریا کردن، با همدیگه فخر فروختن، یا با همدیگه نصیحت کردن، یا با همدیگه دوست بودن، این دوستی ها همه تمام میشه و پراکنده میشه. ولی یک چیز میمونه، حرف من اونه، یکی است که همیشه با ماست و اون الله است. شما برو توی شهر دیگه، اگر یه اشتباهی کردی برات مهم نیست دیگه، مردم اون شهری که نمیشناسی، اونا که تو رو نمیشناسن فراموش میکنن، فراموش میشی. آقا گفتم در مدرسه هم، در دانشگاه هم، سر کارم، وقتی تموم شد تموم شد. اما الله جل جلاله همیشه با ما هست. و این نکته است که باید بهش توجه کنیم. یعنی باید به الله اهمیت بدیم که الله میفرماد و ما لکم لا ترجون لله وقارا. شما را چی شده که برای خدا اهمیت قائل نیستید؟ و همه اهمیت میدیم که فلانی از ما ناراضی نشه، فلانی از ما خوشحال باشه. اما کسی که هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره و مهمترین کس هم هست، ما رو تنها نمیذاره،
و مهمترین کس هم هست. ما یک روز ملاقاتش میکنیم، از هیچ پادشاهی باش قابل مقایسه نیست. بخواد عذاب میکنه، بخواد میبخشه، بخواد عزت بده، بخواد ذلت میده. گفته شده که حدیث صحیح دیگه، یه روزی حضرت جبرئیل اومد تا دین مردم بهشون یاد بده. اومد در مجلس و حضرت پیامبر نشست، پیش حضرت پیامبر نشست، ازش سوالایی پرسید. ازش پرسید که به من بگو که احسان چیه ای محمد صلی الله علیه و سلم. گفت که فرمود که احسان این است که تو خدا رو بپرستی، ان تعبد الله کأنک تراه، که مثل این که میبینیش، مثل این که میبینیش. و اگر تو اونو نمیبینی اون تو رو میبینه. باور کنید که این اصل، به نظر من اصل پادشاهی همینه، اصل راز موفقیت همینه. یعنی اگر ما بدونیم که الله ما رو میبینه، یعنی اصلا الله رو، حالا بذاریم یه مثال دیگه براتون بزنم. یک پادشاهیش که قدرت داره، صلابت داره، به ما دستوراتی میده، یک چیزایی از ما میخواد و ما میدونیم که این جدی هم هست. اگر حرفش گوش نکنیم اذیتمون میکنه، از کار برکنارمون میکنه، حتی زندانی میکنه، حتی میکشه. محال است که حرفش گوش نکنیم. همه حرفش گوش میکنن. که پیامبر فرمود خدا رو بپرستید مثلی که میبینیش. اگه تو نمیبینیش اون که داره تو رو میبینه. آیا ممکن است که ما نافرمانی چنین پادشاهی رو بکنیم؟ نه، ممکن نیست. صدام حسین که یک پادشاه سختگیری بود، خیلی سختگیر، یه روزی به وزیراش گفت که ببینم این شکم‌ها چیه؟ گفت همتون باید شکماتون رو آب کنید. 3 ماه بهشون وقت داد. وزیر خارجش در باور آدم نه مشکل باور کردنش. در 3 ماه 27 کیلو کم کرد. میترسید دیگه، میگه من یا از کار برکنار میکنه، یا زندانی میکنه، یا حتی میکشه. چون میدونست که صدام حسین شوخی نداره. حالا هر چقدر که درجه ما این عقیده ما به الله جل جلاله و لا تشبیه بیشتر بشه، اون وقت که ما بیشتر براش وقار قائل میشیم، بیشتر براش احترام قائل میشیم، بهتر میپرستیمش. احسان، نیکویی، یعنی این که الله رو اینجوری بپرستی که میبینیش. اگه تو نمیبینی اون که حتما تو رو میبینه. حالا یک مشکل در اینجا هست. ارتشیا و وزیرای صدام حسین میدونستن که این رحم نداره، اما ما میدونیم که الله مهربانه. چیکار کنیم حالا دیگه؟ همین مهربانی الله سوء استفاده میکنیم، مثل کسی که پدرش مهربانه بلا تشبیه. اینی چطور کنیم که برای الله وقار قائل بشیم و عمل کنیم و بترسیم ازش؟ چون این عمل به نفع ماست دیگه. عرضم به حضورتون که اینجا چند راه هست. یکی این که ما بدونیم که الله هم با ما شوخی نمیکنه. وقتی گفت که اگر جزای عمل بدتون رو میبینید، باید بدونیم که با وجود مهربانی جزای عمل بد رو میده. بیم و امید داشته باشیم، فقط امید نداشته باشیم. بالاخره انسان که گندم بکاره گندم درو میکنه، جو بکاره جو درو میکنه دیگه، باد بکاره طوفان درو میکنه. این یه چیز واضحی هستش. حالا اینجا یک سوال پیش میاد، میگه آقا من راستش بخوای دوست دارم که عمل خیر بکنم، ولی آخر نمیتونم دیگه، مشکل برای من دیگه. ما هم نگفتیم که برای هیچ کس مشکل آسونه. برای شما مشکله، برای ما مشکله، برای همه مشکله. منتها راههایی هست که میشه بیشتر عمل کرد. یکی همین که فکر کنی که الله جل جلاله حاضر استش، فقط مهربانیشو در نظر نگیری. یکی دیگه این که شما راهی که خود الله جل جلاله فرموده که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. میگه برای عمل از نماز و صبر کمک بگیرید. البته سخته، الله میفرماد، مگر برای کسی که خاشع هست. خاشع یعنی چی؟ خود الله توضیح میده در آیه بعد، این در سوره بقره است. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. کسایی که یقین دارن خدا رو ملاقات میکنن و به سوی برمیگردن. خیلی خوب، وقتی که من یقین داشته باشم که الله رو ملاقات میکنم و به سوی او برمیگردم،
محال است که من لاابالی باشم. یه فکری میکنم دیگه. من که میدونم باید برگردم به سوی اربابم، لذا یه فکری میکنم. لذا به خاطر اینکه انسان عمل کنه دائما یاد آخرت باشه که روز آخرت خواهد اومد و من ملاقات ربم میرم و این خیلی مهمه. این رو باید تکرار کرد، یک دفعه نمیشه، یادتون باشه. و یک چیز دیگه هم به شما بگم برنامه رو تموم کنم. در حدیثی ما داریم که پیامبر فرمودن، حدیث در ترمذی است، انس بن مالک گفته هر کس که، حدیث صحیح است، هر کس که همش آخرت باشه، خداوند میگه مشکلاتش رو جمع میکنه، در قلبش البته ثروت قرار میده، در قلبش رو غنی میکنه و باز مشکلاتش رو همه رو جمع میکنه، یعنی فارغ بالش میکنه، الله خودش تکفل میکنه و دنیا میاد در حالی که به طرفش، در حالی که ذلیله، یعنی دنیا ذلیل طرفش میاد، به شرطی که انسان فکرش آخرت باشه. یعنی چی؟ یعنی هم اولش بذاره که من الله رو راضی کنم و برعکسش اگر کسی همش این باشه که من دنیا رو به دست بیارم، همیشه فقر در جلوی چشمشه، حدیث صحیحه، و همیشه هم پریشانی‌های زیاده، نگرانی‌های زیاده و دنیا همونقدری که خدا برش نوشته میاد. پس ببینید ایمان با آخرت کلید خوشبختی است و این یه دفعه نمیشه. آدم به دوستان، الان شما این برنامه رو گوش میکنید بهتون کمک میکنه، پند بگیرید از دوستانتون، بگیرید که دائما شما رو تذکر بدین، همسرتون رو بخواید که به شما تذکر بده. تذکر باعث میشه که انسان بدونه که این سفر داری میری آقا از تهران شیراز، این نیست که تو در وسط راه میشینی. مقصد من شما آخرته و این به اون معنی نیست که ما برای دنیا کار نکنیم، برای دنیا کار میکنیم ولی درست کار میکنیم. دعوت میکنم که برنامه‌های بعدی رو ببینید که چیزی در همین رابطه هاست. الله به شما توفیق بده، نماز و روزه شما رو قبول کنه. از الله میخوام که به ما خیر دنیا و آخرت رو بده. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.